این آموزش مخصوص تویه که میخوای تو مهمونی‌ها و دور همی‌ها سفره متفاوت و خاصی داشته باشی و هنرتو به همه فامیل نشون بدی. توی این کلیپ 3 مدل تزیین پیراشکی و شیرینی برات گذاشتم. پس همین اول کار سیوش کن تا بعداً بتونی به راحتی پیداش کنی و برای همه دوستات بفرست تا اونا یاد بگیرن. ایده اول و دوم بهت یاد میدم چطوری یه پیراشکی کاملا متفاوت دیزاین کنی که همه حیرت زده بشن از این همه هنر و خلاقیت تو. اگه تا اینجای آموزش خوشت اومد ممنون میشم برای حمایت از این آموزش قلب زیر پست رو قرمزش کنی. و اگه دوست داری تزیینای بیشتری از پیراشکی و شیرینی برات بذارم تا بتونی هنرمند بودن تو به بقیه نشون بدی، تزیین رو برام کامنت بذار. ایده آخرم تا آخر ببین چون